دست کم 15 مهاجر تاجیک در روسیه گرفتار کرونا ویروس شدند. مقامات میگویند این جای واهمه نیست، چون در خود روسیه هزارها نفر مبتلای کرونا ویروس می باشند. یک مقام بلندپایه در سفارت تاجیکستان در روسیه روز 14 اپریل با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت گرفتاری چند نفر از شهروندان تاجیکستان از جمله مهاجران به ویروس نوی کرونا در روسیه ثابت شده است. همصحبت ما در سفارت تاجیکستان در روسیه گفت چند نفر از مهاجران تاجیک که گرفتار کرونا ویروس شدند بهبود یافتند و چند نفر دیگر حالا در بیمارخانه ها بستری هستند. در روزهای اخیر حداقل 2 نفر از مهاجران تاجیک از روسیه به رادیو آزادی تماس گرفته گفتند آنها گرفتاری کرونا ویروس می باشند. نام و نسب شخصان گرفتار شده به کرونا ویروس در روسیه بر اساس قانون و خواهش خودشان فاش کرده نمی شود، اما یک مهاجر تاجیک از روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت او گرفتار کرونا ویروس شده است و دوام 2 هفته اخیر خود را بد حس میکرد. این مهاجر گفت نخست او را درد گلو رنج میداد و بعدا حرارتش بلند شد و دوام 10 روز او تلاش کرد که در خانه به خود تبابت کنی مشغول شود، اما وضعش بهبود نیافت. در نهایت به گفته این مهاجر او مجبور شد که به یاری تعجیلی زنگ زند و دکتران یکی از بیمارخانه های شهر مسکو آمده او را از خانه به بیمارخانه بردند و تشخیص او اخیرا نشان داده است که این مهاجر تاجیک که زن می باشد گرفتار کرونا ویروس است. تحلیلگران و وکیلان مدافع مهاجران را یکی از قشرهای آسیب پذیر در روسیه در برابر سرایت از ویروس کرونا می‌خوانند، چون به گفته تحلیلگران مهاجران تاجیک در نسبت به مردم بومی روسیه کمتر به خدمات طبی دست دارند. طبق آمارهای اخیر شمار گرفتار شدگان به ویروس کرونا که بیماری کووید 19 را برمی‌انگیزد در روسیه به 21,000 نفر رسیده. تا این دم از این بیماری در این کشور 170 تن جان دادند.